اکنون دوستان عزیز و دستگیری ها این کشتیگیران این چرابینی رو برگزار نمودند. اکنون دوستان عزیز پهلوانان سنگین وزن برای به دست آوردن جایزه تلاش را آغاز کردند. فریاد شیخوف پیراهن سفید و بر کرده است و خورشید مجیدوف باشد با پیراهن کبود گشتین میگیرد. این پهلوانانی که یکدیگر را میدونند و یکدیگر را خوب میشناسند. تلاش برای برآمدن به قسمت های نهایی، هرچند که در اینجا صورت جلسه جایزه برای ما پیشنهاد نشده است، اما به هر حال منتظر هستیم که صورت جلسه میرسد به نزد ما و البته پیشنهاد میشود برای نفرانی که ما را تماشا میکنند. فریاد شیخوف پیراهن سفید دارد و خورشید مجیدوف باشد با پیراهن کبود گشتین میگیرد. اولین جفته که دعوت کردند. الان نبرد پهلوانان فقط شروع گردیده است. مبارزه برای به دست آوردن جایزه که پهلوانان سنگین وزن را میان هم جمع می‌آورد و جایزه الکی در میدان است و منتظر صاحبش است که در این نبردها غالب میبراید. البته وقت آن را نشان خواهد داد. هر دو را داوری مرکز آگاهی نشان میدهد برای کم فعال بودنشان. حالا شیخوف و مجیدوف مبارزه میبرند. یک پهلو برای شیخوف، یک پهلو برای فریاد شیخوف نشان دادند. اکنون خورشید مجیدوف در اینجا برای جبران کردن این پهلو کوشش دارد. فقط او را لازم است که توکل کند و خورشید مجیدوف بعد از توقف من میفهمم که البته با چه مشکلی به میدان برمیگردد. الکی بجز از جایزه همچنین مکافات های پولی را هم اعلام کردن برای جایزه داران. او غالب وزن مطلق میتواند که صاحب جایزه شود. حالا اولین جفته که برای جایزه مبارزه میبرند در رقابت های جایزه این خورشید مجیدوف با فریاد شیخوف می باشد. جای خورشید و جای شیخوف می خواهد که رقیب را با افتاند و شیخوف با یک
اوه برای جبران کردن خورشید سر کتف خوب شیشت اما کارش رنگی نشد هنوز. هنوز کارش رنگی نشد. تکرارا خورشید توکل را پیشه میکند و میخواهد که هجوم کند سر کتف شیخ را افتاند. خورشید پهلوان است که در وزن 100 کیلو حالا در گشتن جودو اوه برادران خورشید و جهانگیر دو پهلوانی که پدریو آتم مجیتوف یکی از سابق پهلوانان و حالا باشد در مقامات حفظی حقوق کار میبرند. این دو پهلوانی که هر دو هم برادران نامی هستند و آخران مراتبه جهانگیر مجیدوف یک پهلو را شیخوف نشان دادند. دو پهلوانی هستند که هر دو نامدار هستند. اکنون حالا در اینجا فریاد شیخوف در اولین دیدار خورشید را شکست داد. حالت تکرار را میبینیم. خورشید در اینجا هجوم میکرد و برعکس حال این حالت دومی تکرار است که در دور اول شیخوف خورشید را با همین حالت بود که پهلو افتانید. حالا سهراب محمدیف را دعوت میکنند. تیمور رحیموف به میدان برآمده است. در حالت نبر آمدن پس تیمور رحیموف مستقیما به دور منبع راه می‌یابد. تیمور رحیموف را کشتنی ملی را شاید در نظر داشته باشد در اینجا وحیداللهیف. یک سال طبق اون نفری که البته کشتی نمیگیرد محروم شود از کشتنی ملی در کشتین هایی که البته رسما دایر میگردند. خب تیمور رحیموف به نبرد و دور منبع راه یافت. دوستان عزیز پیراهن سفید به بر کرده است پهلوان سنگین وزن شکر محمد میر محمدوف و رقیبی شمشاد عبداللهیف پیراهن کبود به بر کرده است. حالا سر تعظیم فرود میارم برای مخلصان و نبرد شروع خواهد شد. شکر محمد شمشاد معرفی کنید. بس با فکرم برای معرفی کردن سرخون دوباره خب این وحیداللهیف اکنون معرفی میکند اونها رو. حالا اکنون دسته ها در اینجا حضور دارند. دسته مکمل و جفتی سیوم است که مبارزه میبرند. شکر محمد لحظه گریبانی شمشاد را داشتن میخواست. شمشاد گریبانی خود را از دست شکر محمد رها کردن است. ببینید اوه شمشاد هم با هجوم میگذارد. حالا شمشاد با هجوم میگذارد. شکر محمد را از مرکزی میدان دور میکند و شکر محمد میر محمدوف پهلوان است که از روی وزن از شمشاد حدودی 20 کیلو زیادتر وزن دارد. نوبت دیگر شمشاد برای گریبان رقیب را داشتن. شکر محمد باشد خود را باز از مرکزی میدان دور میبرد و این نوبت شمشاد عبداللهیف همانا پیگیری گریبان شکر محمد است و خیلی خوب و قوی هم میدارد. برای هجوم کردن اصول را نشان دادن شاید قوه و وزنش هم نرسد.
کلید برداشته است. شکر محمد اکنون گیرید داور مرکز اشاره میکند. باز شکر محمد شمشاد عبداللهیف نوبسته از جوسه خورد اما دلیرانه به سمت شکر محمد هجوم دارد. این پهلوان رشتی شکر محمد باشد حالا در مرکز میدان گریبان رقیب را پیدا کرده است. آگاهی برای شمشاد عبداللهیف. تکیه موندن یا تکیهگاه برای رقیب کردن، یعنی محدود کردن قوای رقیب یا مانع گشتن به اصول های رقیب میتواند که پهلوان را از جانب داور مرکز آگاهانیده شود. حالا عبداللهیف اکنون نوبت دیگر دست را در کمربند رقیب میگذارد و تکیه به همون دست راست است. دومین مراتب است که میفهماند با این شکل، یعنی تکیه موندن مانع میگردد با نبرد رقیب، از این خاطر باید حرکت باشد. شکر محمد باشد آسودانه رقیب رو پیگیر است. اکنون شکر محمد با تیمور رحیموف پهلوانانی هستند که داوطلب اساسی برای به دست آوردن جایزه شد. حالا اکنون شکر محمد از مرکزی میدان بیرون می شود. آگاهی برای شکر محمد میر محمدوف. اولین آگاهی و تنبیه هست برای شمشاد عبداللهیف. نوبت دیگر شمشاد عبداللهیف برای هجوم کردن آماده است. و شکر محمد میر محمدوف باشد حالا از مرکزی میدان دور میگیرد، خود را کنار میگیرد. دوباره و سه باره این پهلوانان با هم وصل میشن و پرتافت زیبا را تا هنوز ما میان این دو پهلوان ندیده ایم. شمال سرد میوزد و پهلوانان باشند آرامانه گشتین میگیرند. باید در این شمال سرد قوه زیاد شود و باید تیزتر گشتین گیرند و اصول های خوب را نشان دهند. مردم اینجا نشسته است و منتظر پرتافت های جالبی گشتین ملی است. شمال سرد عاقبت باران را دارد، از این خاطر باید نبرد زودتر شود. حالا شمشاد عبداللهیف یک مرتبه دیگر قوه خود را شکر محمد میر محمدوف آخرین مرتبه در گرند اسلم دوسلدورف خوب درخشیده بود. میان پهلوانان تاجیک یگانه پهلوانی بود که دو دور رفت و خوب گشتین گرفت.
یادرس میشیم دوستان عزیز اینجا دو پهلوان شناخته هم به چشم نمیرسد خواجه‌زاده بهروز و عارف دادوف دو پهلوانی که هر دو نامدار و شناخته هستند پهلوان را ما فراموش نمیکنیم هنرشون رو شکر محمد رو در اینجا با تنبیه رقیب دست بالا میدانند اکنون داوطلب اساسی این شکر محمد است مبارزه در وزن مطلق همانا جریان می‌یابد و مشاهده می‌گردد که البته سیاد فریاد شیخ و تیمور رحیموف دو نفری که در مرحله های از این پیشتر غلبه به دست آوردند و به دوری دیگر راه یافتند. بسیار تأسف که شمشاد در این نیروسنجی با همون یک تنبیه از ادامه مبارزه ها محروم گردید. شمشاد واقعا نفری ارزنده است با مکافات شاه جایزه و واقعا هم این شاه جایزه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برای نفر موفق تأسیس داده شده است که البته شبکه ما رو ترک نکنید و غالب این شاه جایزه نفری پهلوان میدان نوروزی شهر دوشنبه البته بعد از چند لحظه معرفی خواهد گردید. فریاد شیخوف با همراهی تیمور رحیموف به میدان میبرایند. فریاد با تیمور رحیموف اکنون در میدان امروز در وزن جمعی 100 کیلو گوشتین گرفته بودند در بخوری نیمه نهایی. بعدا نتیجهش معلوم شد که تیمور رحیموف در مبارزه مقابل فریاد واقعا فعال هست. حالا هم این را خوب ثابت میکند. مبارزه پهلوانان باز هم ادامه خواهد یافت. تیمور اکنون نقطه ضعیفی را چون احساس کرد از این فریاد شیخوف رو، چون گفتیم که هفته سپری گشته در اولین گشتینی موسم امساله در ناحیه دوستی هر دو هم برای شاه جایزه رقابت کرده بودند، اما شاه جایزه صاحب خود را پیدا نکرد. هرچند تیمور افضلی داشت، برتری کامل را هم بعد از گرفته بود، اما در گشتین ملی آن تنتنه های شهر و ناحیه ها که اینجا با تخت پشت باید ورزشگر افتد. از این نقطه نظر وقت هم خیلی طول کشید و در نهایت غالب معین نشد. امروز تیمور رحیموف اثبات کرد که او نسبت به حریفش فرق کننده از هنرش. الکی یک مراتبه در بخوری نیمه نهایی وزن جمعی 100 کیلو فریاد شیخوف را شکست داد. بسیار رقابت ها هم خیلی جالب تر شده ایستادند. بازم کوشش دویمی تیمور رحیموف حالا نتیجه بخش نیست. اینجا هم هرچند تیمور کوشش دارد اما در به دست آوردن امتیاز موفق نشده است. حرکت سیومی تیمور اینجا که داور باید که به پهلوان خلعت سفید داشته بله آگاهی دهد،
чунки гӯшти намегирад, бояд муҷозот гардад. қоматаш бояд баландтар бошад. инҷа ҳам нерӯсанҷӣ ба ҳамон тартиби дуруст, ба ҳамон тибқи низомнома сурат гирад. ва агар мо таваҷҷӯҳ кунем ба вақти баргузории мусобиқот ки хеле ҳам тӯл кашид, бубинед ки 6-7 дирӯз 10 соату 25 дақиқа рақобати паҳлавонон дар ҳамин майдон сурат гирифт. ва имрӯз ҳам бубинед аллакай соати 7 пушти сар мегардад. ягон нафар ҷояшро иваз намекунад. ин бори дигар исботи он аст ки воқеан ба гӯштини миллӣ муҳаббат ва майлу рағбат бештар аст ва ҳаводорони сершумори худро ҳам дар ҷумҳурӣ дорад. темур талош мекунад дубора. узви мунтахаби ҷудои кишвар Фариёд Шайхов маҷбур шуд ки акнун ба майдон барояд баъди маросими қуръакашӣ дар вазни мутлақ. барои шоҳ-ҷоиза мукофотиёлӣ дигар ҷои баргашт нест. агар ба майдон намеомад, он гоҳ аз ҷониби федератсияи гӯштини ҷудои кишвар муҷозот мешуд ва аз иштирок дар мусобиқаҳо тӯли 1 сол маҳрум мегардид. омад, аммо кореро хубу беҳтар ва диданӣ анҷом надода истодааст. пофишорӣ ин акн чун одати ҷавонмардӣ нест ки қасдан ин корро, ин ҳолатҳоро иҷро кунад. ҳарифи худро надошта бошад, ё ки безахмат агар пасечка занад, он гоҳ ҳамле дода мешавад. дар ибтидо албатта бояд амали худро баъди оне шурӯъ кунад ки ҳарифро албатта аз камарбанд ё аз сари осин ё аз дар маҷмӯъ ҳаракатро оғоз мекунад ва баъдан пешбо. ин усуле ки хос ҳам ба гӯштини ҷудо ҳам ҳаст ва дар самбо низ. ба темур огоҳӣ дода шуд. вақт ҳам пас аз чанд лаҳзаи анҷом меёбад, аммо дар мубориза ва талоши паҳлавонон дар ин давр он қадар бартарӣ ва афзалиро мушоҳида накардем. баростӣ огоҳиву танбеҳ акнун тақдири ин муборизаро ҳал мекарда бошад. барои посух бо ин суол албатта баъди бештар аз 1 дақиқаи дигар метавонем ки албатта таваҷҷӯҳи доваронро ҳам ба назар гирем. ин чӣ гӯштин аст? мухлисон ҳам садояшон баланд мегардад, эътироз доранд. акнун муҷозот шудани ин танбеҳ, акнун ҳолате ки боз қоидасти тезӣ ҳам ба назар расид. ин чӣ вазъ аст, чӣ ҳолати майдондории паҳлавонон аст? бояд ки довар ҳам акнун фикри худро ҳам нишон дод. ба ҳар навъ бояд Фариёд қомати баланд бо ҳамон як ҷуръату ғайрату ҷавонмардии худ ва дар ниҳоят Темур Раҳимов мисли оне ки қаблан ӯро шикаст дод, дар ин рақобат ҳам Темур дастболо шуд.
дар як рӯз ду маротиба аз Темур Раҳимов Фарёд Шайхов шикаст хӯрд. қаблан дар вохӯрии ниманиҳоӣ вазни ҷамъи 100 кило ва баъдан дар муборизаи вазни мутлақ барои дарёфти шоҳҷоиза. حالا دوستان عزیز اکنون رسیدم با نقطه اساسی یا با مرحله که شوی جایزه را باید به دست آورد نزدیک می شود. جفت نوبتی معرفی می شود. شکر محمد اکنون دوستانی عزیز نبرد برای به دست آوردن راحتی نهایی بین سید جلال سعیدов و شکر محمد امیر محمدов دایر می شود. شکر محمد میر محمدов چون پیشتر پیراهن سفید به بر کرده است و سید جلال سعیدов با کیمانای کبود گوشتین میگیرد. پهلوانی که یکی وزنش 100 کیلو و دیگر وزنش جمعی 100 کیلو در گوشتین جودو معرفکاری جمهوری تاجیکستان هستند. هیئت منتخب جمهوری تاجیکستان را در گوشتین جودو معرفی میکنند. حالا شکر محمد از پشت سر سید جلال گریبان سید جلال را دریافت کرده است و دست و چنگال برای کمربند پیدا کردن است. داور مرکز رقابت را باز داشت و سید جلال سعیدов را یک آگاهی نشان داد. قد و قامت شکر محمد نسبت به سید جلال سعیدов بلندتر و درازتر دستان دارد. از این خاطر برای سید جلال سعیدов هم گریبان رقیب را داشتن مشکل است. اما این وزن مطلق است. دلخواه نفر میتواند که در این وزن 120-130 کیلو هم داشته باشد. با پهلوان حتی 90 کیلو هم میتواند مبارزه برد برای به دست آوردن جایزه که در میدان گذاشته شده است. حالا اکنون این نوبت تنبه برای سید جلال سعیدов. شکر محمد میر محمدов باشد از گریبان سید جلال سعیدов مستحکم داشته است و او را فاصله نزدیکتر میخواهد بیارد. اکنون کمی در کم. اوه سید جلال معلوم است که از دست رقیب خود را رها کردنی است. این بار دوم است که تنبیه میگیرد سید جلال چون که یک آگاهی بود دوم تنبیه و علاقه این باز تنبیه هست. و قد و قامتی بلندی شکر محمد میر محمدov شاید او را شکرین کند به قسمت نهایی چون که این امکانیتی خوب است. اما باز هم تیمور رحیمov شاید او را در منبعد با این قد و قامت برابر است. ما پیشگویی نمیکنیم، فقط گفتنی هستیم که در وزن دو داوطلب اساسی تیمور رحیمov و شکر محمد میر محمدov به حساب میروند. سید جلال سعیدov هنرش خیلی هم در وزن 100 کیلو عالی بود. هرچند از دست شمشاد شکست خورد. حالا ببین یک نوبت دیگر شکر محمد خواست که رقیب را پشت پای از اینه گذارد و او را به تخته پشت افشاند. اما
دست رو رها کرد. اول دوباره باز دست بگیره بون میشوند این پهلوانان سنگین وزن. اوه سجلال اکنون توکل رو پیش کرد است. ببینید خیلی خوب هجوم هم کرد. یک نوبت دیگر سجلال داشته است. اول شکر محمد فاصله رو دور میگیرد. اوه شک در اینجا سجلال خوب کار میکند. حالا اکنون سجلال چند نوبت به هجوم گذاشت. شکر باشد لحظه به سمت ما هم نظر می‌نگرد چون ما صدای بلند میکنیم شاید برو هم میشنود از هجوم های سجلال سعیدوف. انا اکنون دوباره سجلال در کرد پیدا کرد کمربند شکر رو. اوه انا این شکل است. اوه بعدن پهلو حتی میدهد داور مرکز. بله بعدن گرفته میشد پهلو. بله این پهلو بود. داور کمی شتاب کرد اما سجلال سعیدوف پیش میگذارد. دیدید اکنون گوشتین جدا دیگر است و گوشتین ملی دیگر است. دوستان عزیز فرقیت انا اکنون در همین جو معلوم می شود. حالا سجلال فعال می شود. این پهلوان 100 کیلوهای گوشتین جدا بر مقابل پهلوان سنگین وزن با پیش میگذارد. کار تماما رنگ دیگر گرفت. انا این کار و عموما رنگ دیگر گرفت. حالا سجلال سعیدوف اکنون قدم خود را با پیش استوارتر میگذارد. اوا پیش میرود. شکر محمد باشه حالت تکرار رو میبینیم. ببینید اینجا خوب کار کرد. اوا این بدن بود. حالت تکرار هم نشون میدهد. قبلا در گوشتین جدا اینو یوکو میگفتن حالا وزری هم میشود. حالا شکر محمد برای جبران کردن این سجلال را داشته است و این خودتی خطرناک است. بدن داوران نشون میدهند هر دو را بدن نشون میدهند. انا اکنون کار تماما چی شد. داور مرکز هر دو را از جای میخیزاند. جبران میکند شکر محمد میر محمدوف. بدن را جبران میکند این پهلوان سنگین وزن. اما بدن سجلال با فکرم خوبتر بود. اما بدن است. سجلال حالا هجوم میکند با سمت شکر محمد. اما شکر محمد فاصله را دور میگیرد. حالا سجلال سعیدوف اکنون برای هجوم کردن آماده است. اما شکر محمد زمین نشیند. حالا اکنون سجلال سعیدوف با پیش میگذارد از روی آگاهی. حالت دیگر اینجا یک نوبت دیگر داور مرکز میگوید نه اما سجلال کار را رنگین تر میکند. آفرین بسیار خوب میرود. اکنون تفاوت گوشتین ملی تاجیکی از گوشتین جدا در میدان نبرد پهلوانان 100 و جمع 100 کیلو بار دیگر احساس شد. سجلال در گوشتین ملی خوب آمادگی دیده است. با پررگی سجلال سعیدوف پیش صفی را از دست نمیدهد. حالا برای شکر محمد میر محمدوف باقی مانده است که توکل رو به کار برد. ببینید باز سجلال همون شکل همون شکلی که پیش گرفته است برای اینجا اکنون سجلال سعیدوف وقت به انجام میرسد. با رسیدن وقت البته سجلال سعیدوف پیش صفی را از دست نداد. کار تماما رنگ دیگر گرفت. خب کی را نشون میده شکر محمد یا سجلال؟ از روی خال داوران اینجا سرجم میکنند. اکنون اولین بدن بدنی سجلال بود. بدن دویم رو شکر محمد میر محمدوف رو در اینجا غالب میدونند. اما ما با هنر سجلال هم قائل شدیم. باور کنید شکر محمد میر محمدوف پهلوانی. خب اکنون
барои Шакармамад низ набар дар қисматҳои мебаъда бо Тимур Раҳимов ҳам мушкилтар аст. Акнун ҳолати такрорро бубинем. Саидҷалол дар ин ҷо Шакармамад Мирмамадовро хуб паҳлу афтонид. ин паҳлавони сангин вазн Саидҷалол хеле хуб кор кард. ҳолати такрор. ҳолати такрорро тамошо кунед дӯстони азиз ва ҳаловат баред. акнун дӯстони азиз дар вазни мутлақ паҳлавонони сангинвазн барои ба даст овардани нишони биринҷӣ ё ба маблағи 4000 сомонӣ мубориза мебаранд. фарёд шайховро сараввал муаррифӣ мекунанд. ва баъдан Саидҷалол Саидов ин паҳлавононе ки охирон маротиба дар деҳаи пӯшинги ноҳияи Данғара гӯштин гирифта буданд. ҳоло баъд аз амри довар буд ва фикрам ин ҷо кор шуд. ҳолати аст. ҳоло аввалин огоҳӣ барои Саидҷалол Саидов нишон медиҳанд. Шайхов бошад. ин ду паҳлавон охирон маротиба дар деҳаи пӯшинги ноҳияи Данғара дар гӯштини миллӣ ҳунарнамоӣ карда буданд. ҳамчунин доир бар рақобати ин ду паҳлавон барои партофти Саидҷалол Саидов ва Фарёд Шайхов баҳсҳо зиёд буд. ҳоло акнун мебинем ки аввалин баданро Шайхов. акнун аввалин баданро Шайхов. ба даст меорад. ҳоло акнун наварди паҳлавонон барои ҷои сеюм зиёдтар аст. ҳоло Шайхов. набарди паҳлавон зиёдтар мешавад. ҳоло бубинед Шайхов. ҳоло акнун Саидҷалол Саидов ҳам ҳуҷум мекунад. ҳарду паҳлавон ҳам байни ҳам набард мебаранд. баъзан ҳолатҳо Саидҷалол Саидов ва баъзан ҳолатҳо Фарёд Шайхов. ҳоло Саидҷалол ҳуҷум мекунад. ава Шайхов канор гирифтааст худро. лаҳзае буд ки Саидҷалол барои ҳуҷум кардан мегузашт, аммо Шайхов худро канор гирифт. як навбати дигар ҳуҷумҳои тарафайн. دوستان گرامی یک جمع همه مخلص
چنین یک چورابینی با شکوه را برای ما برگزار نمودن یک قصکی پرناز بزنه. حالا برای شیخوف از جانب داور مرکز آگاهی پیشنهاد می شود. سعید جلال سعیدов باشد در هجوم است. کنار بگیرد شیخوف. قسمت فینالی باز هم شکر محمد میر محمدов با تیمور رحیمов دعوت می شود. اوه اگر ما انعنه‌های ملی را استفاده بریم و اصطلاح نیاگان خود را پس در واخوری فینالی سالمی هر دو پهلوان از تماشینای تویوتا اولو. اوه سعید جلال دوباره برای برآوردن فریاد شیخوف هجوم کرد. حالا ببینید اکنون پهلوانان باز هم میانی هم قوازمویی را قوی تر میکنند. او کمر گرفتن سعید جلال سعیدов همچنین از جوابان است جانب فریاد شیخوف و دستش لد برداشته است فریاد شیخوف را. عتبی باید نزدیک زودتر بیاید. حالت تکرار را میبینیم که در اینجا چی شد. مخلصان منتظر هستند که از شاه جایزه صاحبش را پیدا کند و فریاد شیخوف باشد با سعید جلال سعیدов برای مقام سوم. عزتов در اینجا نشسته است استادانی ورزش. ما در این بین مردم را میبینیم. معلم عزتov یکی از مربیان شناخته جمهوری تاجیکستان. حالا اکنون دوباره پهلوانان میانی هم تلاش میکنند. دقیقه آخران است و نبرد پهلوانان زیادتر است. حالا اکنون سعید جلال یک حالت بسیار هم خطرناکه که این حالت ابداً سعید جلال سعیدов بدن دادند. حالا اکنون مبارزه پهلوانان زیادتر می شود. پهلوانان واخوری فینالی مرحمت آماده باشید. شیخوف هجوم میکند و سعید جلال باشد. سمت دیگر را پیشه گرفته است. وقت به انجام میرسد و سعید جلال سعیدov در مقام سوم قرار میگیرد. آخران بدنی که اخیران گرفته شده است همین هم باعث شد گردید که سعید جلال سعیدov غالبی جای سوم. سعید جلال سعیدov را سوم مقام دادند و اکنون مبارزه برای به دست آوردن شاه جایزه شروع می شود. همین طریق واخوری فینالی رحیمov تیمور
حالت تکرار رو ببینید چگونه بود. استقبال میگیره. اکنون بارون هم فرا رسید. اما قسمت فینالی برای به دست آوردن شد جایزه بین دو پهلوان سنگین وزن شروع خواهد شد. انا شد جایزه روی نوار است. انامین ماشین سبکرو برای خوشبخت نفره که در قسمت نهایی در اینجا میتواند که نشان طلایی را به دست آورد. شاه جایزه از جانب حکومت شهر دوشنبه، مقامات اجرای حکومت دولت شهر دوشنبه برای غالب وزن مطلق تیمور رحیموف روی نوار است و بر مقابل شکر محمد امیر محمدوف میبراید. دو پهلوانه که هر دو هم در مقیاس جمهوری تاجیکستان در مقیاس جهان نامدار هستند. هر دو در وزن جمعی 100 کیلو گوشتنی جدای جمهوری تاجیکستان را معرفی میکنند. باران ابر سیاه بالای سر ما است. شاید باران هم بارد. اوه بار دیگر شو جایزه. انا شو جایزه در این جشن نوروزی خیلی هم خوب شکفته است. صاحب خود را انتظار است یا شکر یا تیمور کی در اینجا به دست میآورد این شو جایزه را هنوز هم معمای است سربسته. حالا داوران اکنون زر تعظیم پیش مخلصان میآورند و حالا نبرد پهلوانان اکنون شروع می شود. اینها یک مرتبه در وزن جمعی 100 کیلو مبارزه برده بودند. اکنون دیگه است تماما این کار دیگر است. حالا اکنون با دست آوردن شو جایزه تیمور رحیموف شکر محمد میر محمدوف این شتاب کاری از جانب هر دو پهلوان. انا شتاب کاری از جانب هر دو پهلوان برای به دست آوردن شو جایزه دست بالای چشم اومد. تیمور رحیموف شکر محمد انتظار است. نفسی سبک میبرارد. داور مرکز برای سفر هم انتظار است که کی تیمور برمیگردد و مبارزه پهلوانان سنگین وزن برای به دست آوردن شو جایزه. رعد و برق هم فرو میرسد. در اینجا صدایش شنیده میشود. رعد و برق از آنر پهلوانان خبر میدهد اگر رفت و گوشتی نگیرد پس بارون، اما بارون فایز است در بهار. حالا مبارزه نوبت دیگر تیمور رحیموف ببینید هجوم های طرفین از هر دو جانب هم تیمور سمت دیگر را پیش میگیرد و شکر محمد میر محمدوف باشد سمت دیگر. حالا نبرد پهلوانان اکنون پر شدت و جذاب می شود. آگاهی اول برای شکر محمد میر محمدوف. تیمور رحیموف شکر محمد اولاهو حالا مخلصان هر دو هم دستگیری میکنند. دوستان عزیز اکنون نبرد پهلوانان باز هم پر شدت می شود و نبرد این جفت برای به دست آوردن شد. انا این شکل گوشتین گرفتن. این اول برعکس دست شکر تیمور رحیموف برای شکر محمد میر محمدوف افتاد. در پیش دوستان عزیز چند مسابقات دیگر گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری است. از این خاطر فصل بهار حالا اکنون پهلوانان نامی را با هم جمع می‌آورد. دوباره دست و چنگال برمیزنند و پهلوانان بین هم مبارزه میبرند برای شو جایزه. این بعد شکر اکنون برادری قوا نیرو هنر و مهارت خود را نشان میدهند. حالا شکر تیمور از جوابان در دفاع خوبتر است. اینجا
рамзӣ. Оҳо! اینجا یک حرکت از جانب تیمور رحیموف بود. کوشش کرده شدند که بر حریف خود غالب بیایند. اصولهای خوب را استفاده بوده شدند و باوری دارم که واقعی هم خیلی خوب و جالب می‌کنند. یک حرکت جالب از جانب تیمور رحیموف بود. آوا شکر در دفاع عالی بود. حالا شکر گریبانی تیمور را داشته است. آوا تیمور رحیموف باشد شکل دیگر را پیشه میکند. آوا رقیب را از مرکزی میدان بیرون برآوردنی است. نوبت دیگر هر دو پهلوان در مرکزی میدان گوشتین گرفته ایستادند. این دو پهلوان سنگین وزن میان هم رقابت دارند. حالا توقف می شود. لحظه یکی از دیگره میخواهد آتیستر و تعجیلا امتیاز پیدا کند. پهلوانان سنگین وزن همین مبارزه برای به دست آوردن شاه جایزه است. اگر یک نوار باشد هر دو پهلوان با شاه جایزه بسیار خوب است. تلاشه که دو نفر رو برای به دست آوردن شاه جایزه، یعنی دو رقیب یک مکافات، 3 در 1 به قول دیگر توفه یک و 3 یک جفت و یک مکافات برای پهلوانان است. حالا تیمور رحیموف. اوه شکر هم میخواهد کار را شکرین کند، اما تیمور باشد در مرکزی میدان خود را قوی نگاه داشته است. این پهلوانان وزن جمعی 100 کیلو بالاخره به قسمت نهایی رسیدند. حالا داور مرکز سفر براتوف نزدی سرداور می آید و سرداور برای می فهماند. سهراب اکبرشو برای سفر براتوف فهمانید آواز رو. اکنون برای شکر محمد تنبه برای شکر محمد میر محمدوف. تیمور رحیموف دست رقیب را گرفته است. آوا شکر باشد از سمت دیگر. آوا این دو پهلوان حالا در مرکز میدان هستند. اوه تیمور رحیموف پشت پای شکر محمد میر محمدوف خواست لحظه مانیک گذارد. این دو پهلوان در اینجا نبرد پهلوانان هم رعد و برق هم به خاطر پهلوانان صدایش را بلند میکند و شاید باران هم بارد. منتظر است که همین رقابت به انجام رسد و باران هم آید. شاه جایزه را خوبتر شاید باران بهاری. وقت فرقیت حالا شکر محمد میر محمدوف اعتراض دارد که فقط گریبان من داشتن، اما تیمور رحیموف دستش بالا می شود و شاه جایزه را صاحب می شود. دوستان عزیز در همین جا گزارش ما هم به انجام می رسد. حالا به خاطر تیمور رحیموف پدرش هم می آید و
اینجا شادی و طرب تیمور رحیموف با پدر و نفران دیگر. دوستان عزیز ما هم با شما در همینجا خیر خوش میکنیم. شاد و پیروز و سربلند باشید. نصیبی نماینده شهر دوشنبه سعید جلال سعید غالبی این مسابقات نماینده شهر نوایی تابع مرکز تیمور رحیموف و او جایزه مسابقه از تماشین این حیات اولان از نامی محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی از جانب معاون رئیس شهر دوشنبه محترم سعیدزاده فیلدست تقدیم فرموده شود.